آسیب پذیری های دشمن روشنبینی شماست. شما که روشنبین باشید او آسیب میبینه. سعی کنید روشنبینی خودتون رو افزایش بدید. دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کنه. تسلط بر مغزها برای دشمن خیلی با ارزشتر از تسلط بر سرزمین هاست. اگر مغز یک ملت رو توانستن تصرف کنن، اون ملت سرزمین خودش رو دو دستی به دشمن تقدیم میکنه. مغزها رو باید حفظ کرد. تسلط بر مغزهای عده‌ای خودشون دروغ نگفتن اما دروغ دشمن رو تأیید کردن. متاسفانه مراقب باشید این خطرها برای شما و برای مردمتون پیش نیاد. کمک کنید به مردمتون.